این همه گوجی و فریبرز چالش درست کردن، وقتشه منم یه چالش درست کنم داخل ماینکرافت. سلام دوستان، مهدی فیزیکسر هستم. حالتون چطوره؟ سلام و درود و وقت بخیر دافشوبجی ها. سلام، حالتون چطور؟ سلام، مشتی عباتون سلام. چطور؟ ناکرم حالتون چه چطوره؟ خبر؟ یالا بلا سلام، گیرین خیلی گله خوش اومدید. خیلی خوش آمدید. چالش من تو تو ماینکرافت این هم آقا شما چالش درست کردید، منم یه چالش مهدی چجور چالش مهدی درست وقتی کنه؟ چالش درست میکنه اینه. دیگه یا درست نمی کنم یا درست میکنم، جزئیات زیاد داره. خب توضیح بده مقصد چالشمونو. چیه؟ چیکاره چالش اینه که دوستان وارزونه. خب ها؟ وارزونه دیگه در واقع کال آف ماینکرافت نبود. دیگه بالاخره ها؟ آره چالش اینطوریه که ما به عنوان یه پلیر توی ماینکرافت داریم وارزون بازی میکنیم. خب آها فهمیدم. بتل رویال تور. بتل رویال توره، شیدر بادی کم رو داریم آها اسم این شیدر و بادیکم. بله بادی کمرای اسم این شیدر. آها. قراره به صورت کریتیو هر جا دوست داشتید بپرید، لوت کنید و همدیگر رو بزنیم. یه سال وقتی که افتادیم پایین سروایو میکنیم؟ بله افتادیم پایین سروایو میکنیم. همه یه دونه پیستول با 12 تا تیر داخل جیبشون یه دونه دارن. پیستول با 12 تا تیر کافی نیست فکر کنم. دیگه پایین باید وسایل پایین دست باید لوت لوت داره بردارید. پایین. داخل هر خونه ای ادونچر لوت مود پیدا بزنید. می‌کنی. آه. هر کس مرد تموم تو شد. بعضی از خونه ها لوت هست، تو بعضی ها نیست. حواستون باشه تو آها. تله نیفتید. چیزه هر کس مرد تمومه. هر ریسمان کس نمیشه. مرد تمومه. میخوای 3 تا فرصت کنیم؟ 3 تا فرصت هر کی کنیم. 3 تا جون داشته باشه. حله. موافقید؟ موافقم. کیف اینونتوریه؟ نه نباید باشه؟ نه میزنه برمیداره، تمام شد و رفت. اوه سخت شد. میزنه برمیداره، تمام شد و رفت. هر وقتم که اسپام میشه یه دونه پیستول با 12 تا تیر رو داره. آها هر موقع اسپان شد یه تیر 12 تا یه 12 پیستول و 12 تا تیر رو داره. با 3 تا جون با 3 تا فرصت. با 3 تا جون با 3 تا فرصت. و چقدر شبیه آخر زمانی این مپای آخر زمانی. آره. خب خب بریم. منتظر بریم. اون چالش باشید. یه چالش قراره درست کنم، سروایو توی شهر جنگ زده است اسمش. اوه اینم یه قراره چالشه. دیگه بشینم یه سرور بنویسم با کد و اینا، بتونید ترید کنید توش از جنگ زده ها. دیگه چالشش مفصله. اوکی خب، خب فعلا اینو بریم. این فعلا اینو مقدمه داشته برای باشید. چالشه. بله، درست بله. می‌کنی؟ تو کریتیو میافتیم رسیدیم پایین ادونچر مود. اوکی ادوانس 3 دو 1 خب رسیدیم یا پایین. فس ادونچر کنید. ادونچر میگو بسم الله الرحمن الرحیم. بگرد مهدی. بس فکر کردم جلو. یا الله. سلام علیکم. نیم تگا دیده میشه. ای وایسا یه لحظه وایسا. آقا نیم تگا رو اوکی کردیم. خب این از نیم تگا. برای لوت خدایا یه چیز خوب در انتظارمون باشه. چیزی نیست برمیگردیم. قد جو دارکو. میبینی؟ چیز بکن نرو. یو ابرفس. وایسی صدا پا بگیرم. اوه یه هوی من هیچی نه. حسین بات هست. داشت بات هست. یو ابرفس. داشت این لوتا کجام پس؟ کجا زد؟ یکی دید. برو از بالا بیا برو. پستولمو دارم. چیکار کنم؟ وایسا چیه؟ نزن. خب حل اوکی داری که داری. خب الان کیف اینونتوریه. خب خب که از کیپ اینونتوری در بیاریم. پیستول باید داشته باشی نترس. بابا اینجا چجوری باز میشه؟ اوکی مهدی فری برای آهنه باید بیخیال بشی فیلی. آره
اون خونه هایی هستن که هیچی توشون نیست. لوتا کجام پس؟ فرید تو خونه های کوچیکه بیشتر پیدا میشه و داخل یک چست مقابل ورود پیدا میشن. یعنی جای سختی نمیشه پیداشون کرد. برکت. عجب چستی. یه نیم تک یا دیدم. چی بودی؟ کی بود زد منو؟ بده. فرید از لعنت بیاد دیگه. یا اول فصل دومین جونم رفت. بایستید من بردارم پیش. بردار، ما با تو کاری نداریم. یه نیم تک دیدم فکر کردم شما اومدن جلوتر دیدم نه نه نوشته نه نه دنی. باته. آره دنی. وای 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 وای. گوزی چی بود داشتی؟ عالیه که این چسته. تمومه. ای مهدی تمومه. سه تا مردم دیگه. تموم شدی؟ تموم شدی کوچی؟ بله این کاری. ای بابا ببخشید. ما داشتیم رو حساب میکردیم. یه بار تو زدی، یه بار فری زد، یه بارم تو زدی. سه دینی تا. دینی این بریش کن کنسل پس. من یه بار دیگه میتونم ریسپنشن بیا آقا بیا یه بار دیگه بیا. یه بار دیگه بزنیم ای برو بیا. بیکریه. ای یا اول یعنی فصل. 3 بار میتونی بمیری آره؟ آره. میشه. مهدی آرمور داری؟ کیه داره میزنه منو؟ این کیه؟ آرمور داری؟ آره. خب ما آرمور نداریم. نه از چست پیدا کردم. تو لوت میشه پیدا کرد داداش. بیا اونا رو بده به من برو. با من توی یه جای افتادم یه لحظه باید کریتیو کنم بیام بیرون. افتادی تو آها. من بیار دیگه. بیا کریتیو کن بیا بیرون. مهدی بیا اونا رو بده من برو. وای گوجی کل آرمورم رفت گوجی. کجا مردی؟ من بیام پیشت. برو مهدی. داشتم میمردم. خوب شد. خب وای بودو. فرید چی کار کردی فرید؟ فری موفیر فری. کجا تیراندازی میاد؟ یا اول فصل. وای دادم همه چی رو دادم رفت. نه یه لحظه. وای. میزل سلوه.
بابا نه. خب ای وای من دیگه مردم. تا دیگه تموم شدی دیگه. گودی که تمومه، زدیمش. فری هم که دیگه یه دونه چیز مرده، فیلی مرده، یه دونم مهدی مرده. یکی آره. هر دوتاتون دوتا جون دارید. خیلی خفن بود خدایی. یه بار دیگه من دوست دارم برم اینا. بیا. نه یعنی یه چالش عین همین دیگه. خب ببینید بچه چه جلال حساسه. لامصب به دوتا مردم گوجی. دوتا مردی. برمیدارم. یه دونه دیگه میتونی بمیری. یه دونه دیگه بمیری، یه دونه هم ریسپان میتونه بشی و تمام. فری هیچ اشکالی نداره فری. رایفل دارم. ویدیو ملاحظه میکنید بچه ها که آرمور رایفل داره، افتاده به جون خیابونا و میخواد مهدی رو بکشه. چالش خوبی بود گوجی. خوشت عالی اومد. بود اصلا، خیلی خوشم اومد. خدا رو شکر. شاید یه پارت دیگه هم ازش بزنیم. ولی پیشرفته تر و حرفه‌ای تره. نه این همینه، یه بار دیگه دوست دارم برم. پیشرفته تر و هنوز من حرفه‌ای هیچی تر. دستم نیومده بود، زارت مردم. نه گوچی حریفات یه خورده قوی بودن. قدر بودن در واقع. اصلا این مهدی کجاست؟ مهدی رو من نمیبینم بچه، شما میبینید کجاست؟ اوسفیلی کجاست؟ مهدی کوشی مهدی آدرس بیا، مستقیم بیام، آدرس بده. آها دیدم. شو بده، پیک بده. کجا ساخه؟ بابا با رایفل دارم میزنم، اون داره با پیستول میزنه. نه رایفل فری نه. کجایی بیام ببینم صحنه رو؟ ما تیپی بدم دیگه، چه کاری؟ تیپی بری تیپی. با من فریز شدم. خب تقریبا شرایط برابره برای همه. من فریز شدم. اومدم. یا حسین یه دقیقه وایسم، پیستول بردارم. یه دقیقه وایسم، الان میام سراغت. روز کنیم چشتشو ببینه. آها بابا اینو از صبح، بابا اینو از صبح این کارو میکردی دیگه. بیا جلو ببینم. اوه دیدمش. یا حسین مهدی به به ای باید وسایل جا بره، وسایل برداشتن. برو الان. مهدی اگه یه بار دیگه بمیری کارت تمومه. جاش. چه صحنه ای رو دیدیم بچه، خیلی وای اومدی برداشتی همه وسایل. یا حسین مرد تموم خب شد. آخرین جان، هر کی بمیره تموم کارش. از کجا هم ریسپان شد بنده خدا. من از اینجا برم جا دیگه، اینجا جا خوبی نیست. وایسا من نزن، یا بذار اسلحه‌مو بردارم بعد. وایسی ازشو بردارم. نمیبینمت فری. وایسا اگه برداشتی نرم کن. ببین یه دونه باید از اینا برمی داشتیم، من 12 تا خشاب برمی داشتم. دمت کرد. خسته نباشی. اشکال نداره. بودم
شروع. یا خدا یا خدا یا خدا. باختی فکر کنم فریبا. اگر اشتباه نکنم سلام تمام شد. از کجا پیک دادی؟ نوکرم بابا نوکرم. چند بار فریبا از مردی؟ این چالش رو برد. چند بار باری مردی؟ مردم. چند بار مردی؟ 4 باری مردم. آره سه نوکر. بار مرده 4 بار آره. دیگه. نوکرم خیلی برنده این این چالش عوض میشه. اون چالشی که دیشب بردی بله. ابسیدین زده زنج صدا به خطر در آمده بود زنج صدا به خطر در کبیولری فری. آره در اومده بود برای کوچیکی تنگ شده اون که همیشه چالش رو امیدواریم که میبرد. بله انشالله قسمت چالش بعدی هم خوبی میبرم. بود نه؟ آره عالی عالی بود، بود. عالی. بالتون نره. ولی یه بار دیگه جا داره ها آره یه پارت چون دیگه الان من هیچی دوست من دارم. من اصلا از هیچی سر در نیاوردم آخرش فهمیدم چه خبره بله تا یه ویدیو دیگه خدافظ